سلام، خسته نباشی. سلامت باشین. وقت قبلی داشتین؟ بله، ساعت 5. یه لحظه صبر کنید ببینم. آقای مهراب؟ بله، درست. بفرمایید، اولین در سمت راست. ممنونم. بفرمایید. سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ مرسی. مشکل چیه؟ نمیدونم، فقط اصلا حالم خوب نیست. حس میکنم تو این دنیا اضافیه، هیچی نمیتونه حالمو خوب کنه. بگی بشین. چی شد که اومدی به کلینیک؟ حس کردم دیگه وقتشه، باید حرفمو به یکی بگم، شاید یکی بفهمه. بگو همه چی از اول. قبل اینکه بیام اینجا شکستم هرچی توی خونه ازش خاطره بود. هرچی نزدیک می شدم باز بینمون فاصله بود. بعد چند سال اومدم گفت نمیخوامت دیگه. خواستم دست بلند کنم بی شرف معامله بود. زل زدم توی چشاش، اشکی تو چشاش نبود. بخشیدمشون که هیچ ولی به طعمش نبود. دیگه دوست داشتن تموم، دیگه عاشقی تموم. انگار از اولشم بازی میداد لقمه هرون. من نباشم که تو اینجوری بشی، وای بر من. پرپرت کنم بگن خونه بشی، وای بر من. جرم من سنگینه، جرم تو سنگین تر. آرزو نمی کنم ببینمت غمگین تر. من دیوونه چی فکر میکردم و چی شد تش. قسمش داده بودم به قطره قطره هایش. گفتم عاشقش نکن دل من تنها سا. پشتمون نمیگیری رو برون وای نسا.